الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، در برنامه هدایت خوش آمدین. الله سبحانه و تعالی شما را با عزت داشته باشه. الله عزوجل طاعت و عبادت ما و شما را قبول بگردانه. برادران عزیز، خواستم که راجع به نماز عید صحبتی داشته باشیم. ما امروز میبینیم که در تمام نقاط دنیا این مرض کرونا شایع شده و ما نمیتونیم که نماز عید را در مساجد و یا در عیدگاه و یا در تجمع مسلمانان ما را ادا بکنیم و افضل است که نماز عید باید با جماعت در عیدگاه یا در مساجد یا یک از تجمع مسلمانان که در بیرون باشه خوانده شود. این افضل است، این بهتر است. اما بنا با عذری که ما و شما داریم، ما میتونیم که نماز عید را در خانه ادا بکنیم، چه انفرادی و چه با جماعت، با خانواده ما بدون خطبه ما ادا بکنیم. دو رکعت نماز عید بسیار ساده و با تکبیراتش ما در خانه میتونیم ایرا بخوانیم و یا ادا بکنیم. هیچ حرجی در این نیست. امام بخاری رحمه الله حدیث را ذکر میکنه. انس رضی الله تعالی عنه با فامیلش، با خانوادهش در خانه نماز عید را خواندن بدون خطبه و همچنین سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نماز عید را خواندن با خانوادهش بدون خطبه. بر صورت یعنی تمام علمای اسلام این فتوا را دادن که ما میتونیم که نماز عید را در خانه ادا بکنیم بدون کدام حرجی. اگر یا گراچی هست یا جای مکان کمی بزرگتری هست، یعنی افراد کمی بیشتری هست، ما میتونیم که خطبه بخوانیم. هیچ حرجی در این نیست. بر از دو رکعت نماز خطبه ارائه بکنیم و در غیر از در خانه که با فامیل ما میخوانیم خطبه ضروری نیست، فقط ما دو رکعت نماز میخوانیم، یعنی نماز عید که این سنت مؤکد است و کوشش بکنیم که به طریق سنت نماز ادا بکنیم. چرا؟ همین نماز عید سنتی مؤکد است، سنتی مؤکد است. الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادت ما و شما را قبول کنه. در ویدیو ما را دنبال بکنیم که ما چه قسم نماز را ادا میکنیم. برادران عزیز، حال شما نگاه بکنین نماز عید الفطر را در خانه با خانواده یا تنهایی چه قسم میخوانیم. این حال ما چه رقم نماز عید را در خانه میخوانیم بر شما ایرا تشریح میتونم چه رقم باید ما نماز بخوانیم. چرا که نماز عید در خانه یا انفرادی یا با جماعت هر دوش یکسان است، اما با تکبیراتش. اگر ما یک پسر داشته باشیم، مثلا عمر بیا، ایرا دای پالوی خود میگیریم اما در صف دوم خانواده قرار میگیره. اگر از دو بالاتر دو سه چهار پسر داشته باشیم باید در صف دوم را قرار میتیم. مثلا به این شکل اینا در صف دوم قرار میگیره و خانما در صف سوم قرار میگیره. حالا شما مرا دنبال بکنین کیفیت نماز عید در خانه چی تنهایی و چی در جماعت چی رقم خوانده میشه. اینا ان شاء الله تعالی ما ادا میکنم و شما مرا دنبال بکنین. در تکبیرت الاحرام اول که ما گفتیم الله اکبر، امی هفت تکبیر با تکبیرت احرام یک جاست، یعنی با تکبیر تحریمه یک جاست. امی هفت تکبیر که ما میخونیم بعد از تکبیر اولا یعنی سبحانك اللهم میخونیم و تمهید هر دعایی که ما بلد هستیم، مثلا اللهم باعد بین و بین خطایای، سبحانك اللهم، هر چیزی که شما در سنن آمده او را ما یعنی دعای استفتاح او را میخونیم. الله اکبر، سبحانك اللهم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یہ بود کیفیت نماز عید در خانه. چرا که نماز که خلاص شد خطبه ضروری نیست، یعنی خطبه رو ما نمیخوانیم. همین دو رکعت نماز با 7 تکبیراتش در رکعت اول که ما خواندیم و 5 تکبیرات در رکعت دوم این ما خواندیم و دو رکعت نماز ما و شما ادا کردیم خلاص شد. وقتی که خلاص شد بعد از اون میتونیم که با دوستای خود زنگ بزنیم و از اونا برای اونا بگیم که کل عام و انتم بخیر، برایش بگیم تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. میتونیم که با دوستای خود یا از طریق مسیج یا از طریق پیام یا صوتی باشه یا غیر صوتی و میتونیم که زنگ بزنیم و بر اونا همین پیام را برسانیم. همه شما را به الله سبحانه و تعالی میسپارم، موفق و مؤید باشید. این بود برنامه امروزی ما راجع به طریقه خواندن نماز عید در خانه، چی انفرادی و چی با جماعت. این ما و شما دیدیم چی رقم خوانده میشه. الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادت ما و شما را قبول بکنه و ما را از دعایتان فراموش نکنین. همیشه در زندگی سربلند، کامیاب و سرفراز باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راه تو کی ارزشی دارد این جان ما.